تا حالا شده یک بار فست فود بخوری و دوباره هوس کنی اونو بخوری؟ این اتفاقی نیست. ترکیبات داخل فست فود ها، شکر و قند و چربی اون طوری تنظیم شده که مغز شما رو عملاً معتاد کنه به اون کار و این فست فود مثل یک مواد مخدر روی مغز شما اثر میذاره و باعث میشه شما بارها و بارها اون کار رو تکرار کنید که این یکی از ترفندهای شرکت های فست فودی بزرگی مثل مکدونالده. راز شماره 2: چرا ماشین های قدیمی 30 سال همچنان کار میکنن ولی ماشین های جدید بعد از 5 سال خراب میشن؟ دلیلش اینه که خودروسازها عمدن قطعاتی رو طراحی میکنن که بعد از 5 سال خرابی به بار بیارن و شما مجبور بشین ماشین نو یا هزینه‌های سنگین تعمیرات بدین. به این کار میگن برنامه ریزی برای خرابی که در همه کشورها این کار جوابه. راز شماره 3: فکر میکنی که وقتی لباس برند مثل نایک یا گوچی میخری کیفیت خیلی بالاتری داره؟ در واقع که باید بگم سخت در اشتباهی. چیزی که هزینه رو بالا میبره فقط اسم برند و هزینه تبلیغاتشه، نه کیفیت واقعی محصول. بریم سراغ راز آخر. تو تبلیغات خمیردندون دیدی که کل مسواک و خمیردندون میریزن، اما این حقیقت نداره. در واقع شما فقط به اندازه یک عدسی به خمیردندون نیاز دارید که بریزید روی مسواک. این فقط یه ترفند برای فروش بیشتر که شما رو وادار کنه برید دوباره خمیردندون بخرید. اینا فقط چند تا از ترفندهایی بود که شرکت‌های بزرگ برای خالی کردن جیب مردم استفاده میکنه. به نظر شما کدوم یکی از این ترفندها جذاب‌تر بود؟ میخوام نظرتو تو کامنت ها برام بنویسی.